ببینید دوستان، این کارت یه کارت ننه به حرامه، آبکره، کرفانوسه، چه میدونم، چاقال نژاد، ابسرشت، توپال نماه، امه طلاه. خب اگه همین کارت پلی میدی گی، اصلا کاری بات ندارم که چی کار میکنی گی. امروز هم نمیخوام اصلا فوش بدم، نمیخوام اصلا با فوش شروع کنم. امروز میخوام بیاد از همتون که اشتغال آدمی زادی بزنیم دیگه. اولین ویدیو که یوتیوب بمونم هست دیگه، یه اولین ویدیو رو با کربازی شروع نکنیم. این ترکیبمون هم که این ساختمون برقیه، دختر خودم، واو ماسکیتر یه چیزیه اصلا نگم براتون. هر ستاش هم دارم، هم طلاییشو دارم، هم تکاملشو دارم، هم خودشو دارم که عجب چیزیه. سویتی فاکس رو داریم، بالون داریم، یخ داریم، لاگ داریم، یخ کوچولو داریم با این لری، سه تا اسکلتا. کاپ من پایینه دیگه، اکانتو از یه بچه ها گرفتم، جدیدم هست، مثل این که آره بریم یه بتل بزنیم ببینیم چی میشه. آیا ما میتونیم یه روز بیایم توی این کلش رویال فشار نخوریم، ننه بقیه رو به فوش نکشیم. خب دختر خودمون، گود لاک، تانکس داداش، نوکرتم، گود لاک. خب قول میاد، نمیدونم دیگه. الان دیگه قول عادی خب کسی بازی نمیکنه الان دیگه. باید دیگه الان قول اینطوری طلایی کردن، سوپر کردن، میزن از این ور لاوا، بالون، گلم، حالا هر چی که میکاری و درشون اصلا سوپر کردن. بازی سیرک شده. یا خدا، یا اسکیل اصلا اسکیل شدم سنگین. خلاصه فکر کنم دک ساقیه، آره همون که جدیدن هم الان متا شده. ولی بومبر داشت مگه دک ساقی؟ فکر نکنم بومبر داشت، نمیدونم. خلاصه دختر کوچولی ما داره میره. بزن آفرین، بنازم. عجب کارتیه این کارت. اصلا این کارت حلالیه. کس ماسکیتر رو واقعا با خورد. اصلا کس ماسکیتر حلاله در هر صورت، چه ماسکیتر عادی، چه تکاملش، چه اصلا کلا حلاله این کارت. خب اون میاد داشت این چه وضع بازی کردن آخه. حالا درست کاپ 5000 میدل داره، ولی حداقل یه ذره مغزتون استفاده بکنید. کرت اون بازیتون بابا. خب خانم سویتی فاکس هنوز زنده است. تکامل عشق ما هم که اومد. یه دونه یخ کوچولو میریم اینجا. میخوام همین یه دونه مچو بزنم، چه ببرم چه بازم آپلود میکنم، چون دیگه اولین ویدیو نمیخوام طولانیشم بکنم. آره یه دونه بال میریم اینجا. حتی دوباره نمیدونم، مهم نیست. یه دونه عشقمون رو میریم اینجا که اسنایپ هم نکرد. بابا حالا اگه دست حریفمون بود که مثلا حالا دیگه درمون میذاشت، با همین کار قینمون میذاشت. دست ما که اومده یهو دیگه سوسولیش میگیره دیگه. حالا بیا 5 دقیقه یارو بالون اونجا داره چون میده، این هنوز نزده. نمیدونم والا، یعنی سوپرسل یه جوری ریده تو بازی که اصلا من به خدا بعد 3-4 سال اومدم بازی رو باز کردم، اونم به خاطر این یوتیوبر معروفه یارو جینکسی. اومدم باز میکنم، یا خدا چرا کارتا اینطور ایوو گلدن چه هیرو. اصلا گوشیشا یه جوری بازی رو سوپر کردن که اصلا معلوم نیست چی به چی. یا خدا، یا اسکیل یا اسکیل یا اسکیل یا اسکیل یا اسکیل اسکیل زیاد. اوه اسکیل رو اسکیل. ها ها یا اصلا این حجم از اسکیل من دیگه واقعا درک نمیکنم. هیچ دیگه اسکیل شدیم دیگه داداش. یعنی الان چونم بدی دفاع نمیتونی بکنی. آره داداش، همه کارتا یکسان کر شدن. آره نه آخ همین که دختر من نمرد من راضیم. نه بزن بناد اونو بزن. وای کلش رویال، وای سوپرسل، مامان تو سوپرسل. یعنی من دیگه واقعا نمیدونم چی باید بگم. یعنی یه جوری بازی رو چس کردید، یعنی یه جوری ریدید تو بازی. یعنی بابا من یادم یه زمانی قبلا بازی میکردیم آرنا 7. الان رفیقم اکانت برام فرستاده آرنا 16. جفت کردم دیدم آرنا 16. میگم داش آرنا 16 چجوری رفتی؟ میگه آرنا 16 که همسایه پرتی میرن. ولی اون زمانی که ما بازی میکردیم آرنا 7 ترسناک بود. آرنا 7 یعنی آرنا 7 که مثلا میگفتی داش من آرنا 7م، یارو دیگه خواهی میکرد. آرنا 7 حالا همینطوری برای خود الکی کارت بریز.
4 تا کارت پسره هم پر کن آرنا 50. بعد این چیزم که سوپر کردن، یارو اسمش چی بود؟ مینی پکا هم که یارو یه دونه دکمه میزنه میشه لول 50، یه دونه میزنه تاور میره، یه دونه میزنه چه میدونم ماسک میره، یه دونه میزنه با یه ایموت بی ام نمیدونم بابا. فکر کنم اصلا من ریدم تو این بازی بابا. اصلا میایم تو این بازی کلا فقط فشاره، حالمون خراب میشه. این چه شروع بازیه. خلاصه که دیگه دمتون. آره گلم ببین قشنگ اسکیل ترین کارت بازی رو بهم داد. خلاصه دمتونم گرم دیگه. اینم اولین ویدیو، این صندوقم باز میکنم براتون، عشق کنید. دمتونم گرم. خداحافظ. من ریدم تو اون تمام کردن ویدیوت، نمیدونم دیگه باشه تمام کنم دیگه. دمتون گرم.